نیمه تاریک هر شخص بخشی از شخصیت اوست که مانع تحقق آرزوهایش می شود. هر یک از ما ایرادها و نقاط ضعفی داریم که سعی می کنیم آن را از دیگران پنهان کنیم و به مرور زمان این پنهانکاری بخشی از خصلت ما می شود. در نتیجه ما ایرادها و نقاط ضعف خود را از خود نیز پنهان می کنیم و این همان نیمه تاریک وجود ما محسوب می شود. نیمه تاریک وجود یعنی بخشی از تو که نسبت به آن آگاه نیستی یا اگر هم آگاهی در کنترل آن دچار ضعف هستی. این مورد هر چیزی می تواند باشد: خشونت، شهوت، حسادت، مقایسه گر بودن، تنوع طلب بودن. نیمه تاریک وجود تو هر چیزی می تواند باشد، اما فقط تو از آن آگاهی. من یا تو سعی می کنیم این شخصیت تاریک را هم از خود و هم از دیگران پنهان کنیم.